چند تا کاری که بهت میگم زمانی که پریود هستی انجام نده. 1. از نوار بهداشتی‌های ضخیم استفاده نکن. نوار بهداشتی که استفاده میکنی سعی کن سبک، قابل حمل و نازک باشه ولی قابلیت جذب بالایی داشته باشه. 2. از پدهای بهداشتی نازک هر روزه و هر ساعت و همیشه استفاده نکن. 3. اگر از دست خانم هایی هستی که دائما دچار عفونت میشی به هیچ عنوان از تامپون استفاده نکن. 4. اگر خانم حساسی هستی از نوار بهداشتی های معطر استفاده نکن. 5. اگر جایی میری که بیشتر از 2-3 ساعت طول میکشه که نوار بهداشتی رو تعویض بکنی از نوار بهداشتی های مشبک استفاده نکن. این دوتای آخر رو دلیلش رو تو کپشن نوشتم، حتما برو بخون متوجه میشی. یادت باشه که این پست رو برای همه خانمایی که تجربه پریود شدن دارن بفرستید تا استفاده